این کار رو میتونید با بیرون بردن دست خودتون از پنجره ماشین امتحان کنید و زاویه بدید به دستتون و ببینید که نیرو دقیقاً در دو جهت، یکی رو به عقب داره به دست شما وارد میشه، دست شما رو هل میده عقب، و یک نیروی رو به پایینی انگار احساس میکنید که دست شما رو به پایین میبره. همین اتفاق در بالای اتومبیل هم میفته و نیروی رو به پایینی ایجاد میکنه. حالا با این تفاسیر به نظر شما اتومبیل‌های فرمول 1 ضریب درگشون یا ضریب پساشون بالاست یا پایینه؟ همونطور که گفتم همیشه باید دنبال یک حالت بهینه باشیم. ماشین‌های فرمول 1 نیاز دارن که بتونن پیچ‌ها رو با سرعت خیلی بالایی ازشون عبور کنن و از طرف دیگه باید بتونن شتابگیری زیادی هم داشته باشن و بتونن سریع به سرعت‌های بالا برسن.